سلام و درود خدمت مخاطبین زیبای کانال آوای شب. ممنون از انرژی هایی که توی کامنت ها به بنده حقیر میفرستیم و خیلی زیبا هستن. دم همتون گرم. پیشنهاد من اینه چه وقت رو تلف نکنیم و بریم چه داستان امشبمون رو بشنویم. با من تا آخر این ویدیو همراه باشید. سلام، من کاظمم و 33 سال دارم. اهل کردستان هستم و کارم بناییه. توی کار خودم تعریف از خود نباشه بهترینم. تابستونا کار واسه بنایی زیاده و راحت تره و از طرفی هم زمستونا سخت تره و کار زیادی پیدا نمیشه. به خاطر همون من تابستونا توی شهر خودم یعنی کردستان کار میکنم و زمستونا میرم به شهرهای گرمسیر مثل بوشهر و اطرافای بندر. ولی امسال یه زمین 3000 متری توی روستا خریدم و تصمیم گرفتم زمستون رو برم روستا و یه باغ و یه خونه ویلایی نوگلی واسه خودم درست کنم و جمعه ها با رفیقان بریم اشکوال. حدوداً دور و برای مهر ماه بود که شروع کردم به خریدن مصالح و دست به کار شدم که خونه رو بسازم. یه کلبه کوچیک وسط زمین بود که خیلی کهنه بود. شاید سنش از منم بیشتر بود. ولی الان شده بود لونه سگای ولگرد. بجم 10 تا سگ اونجا زندگی میکردن کم گفتم. سگای ولگرد اصولا ترسو هستن و تا ببینن کسی میخواد بزنتشون میذارن و میرن. ولی اینا اینطوری نبودن و کلا چیزی به اسم ترس انگار تو غریزه‌شون نبود. حتی یه بار برادرم رو جمع کردم تا سگا رو از اونجا بیرون کنیم که نتیجهش کزاز گرفتن و یه هفته بسته شدن برادرم شد. وقتی حامد برادر کوچکترم میخواست با چوب یکی از سگا رو بزنه، یکی دیگه دستشو گاز گرفت و راهی بیمارستان شد. دیگه دیدم نمیتونم کاری بکنم، بیخیال سگا شدم و یه 300 متر دورتر شروع کردم به حصار کشیدن و یه اتاق کوچیک 30 متری واسه خودم درست کردم. یه 10-15 تا هم درخت کاشتم. یه هفته بود که باید دائم به درخت آب میدادم. زمینی که خریده بودم هیچ شیر آب و گازی نداشت. تنها آبی که وجود داشت یه چاه 3 متری بود و یه کابل برق که دزدکی از دکل کنار جاده کشیده بودم. چاه درست کنار کلبه سگا بود. تقریبا هر 12 ساعت یه بار میرفتم آب می آوردم. حدود 4 روز گذشته بود و من دیگه از تنها کار کردن خسته شده بودم و خیلی حوصله‌ام سر رفته بود. به دوستم رضا زنگ زدم که بیا کنارم و یه چند ساعتی با هم بجیم و بخندیم و یه چایی بزنیم. ساعت 4 بود که رضا اومد و من ساعت 6 بساطو سیدم و شروع کردیم به بگو بخند و پیچ زدن. ساعت تقریبا 8 بود که نشسته بودیم و داشتیم فاز میگرفتیم که صدای از کنار درخت اومد. یه چوب برداشتم و رفتم تا ببینم صدای چیه. گفتم شاید سگای ولگرد اومدن و باز دارن درختا رو میشکنن. چون درختا هنوز ضعیف بودن یه باد هم میوزید میشستن. همه جا رو نگاه کردن ولی هیچی نبود. ولی اون صدای هم قطع نمیشد. گفتم شاید زیاد عرق خوردم و دارم چرت پرت میشنوم. برگشتم کنار رضا و به رضا درباره سگای ولگرد گفتم و گفتم که دیگه کفرمو در آوردن و نمیدونم چی کار باید بکنم. هر کاری میکنم نمیتونم اینا رو از اینجا بیرونشون کنم. رضا گفت که کاریت نباشه. من یه رفیق دارم که لودر داره و کارش تخریب خونه است. شمارت رو بهش میدم که هر وقت بیکار بود بیاد اونجا رو واسه صاف کنه. بعد اون روز حدود 2 هفته گذشته بود که یه شماره ناشناس با هم تماس گرفت. آدرس رو خواست و گفت که بعد از ظهر بیکاره و میاد یه ساعت حلش میکنه. ساعت تقریبا دور و بر 6 بود. بهش زنگ زدم تا ببینم کجا مونده. یا 2 بار زنگ زدم ولی گوشو بر نداشت و مشغول بود. یه نیم ساعت گذشت که میخواستم برم که دیدم خودش زنگ زد. گفت که توی مسیر لودر خاموش شده و هر کاری میکنه روشن نمیشه.
گفت که به مکانیکم زنگ زدم که بیاد، نهایتا 1 ساعته میام اونجا. همینو گفت و گوشی و گشت کرد. منم گفتم تا اون بیاد برم که به درختا یه آبی بدم و باغو ترتمیزش کنم. همین زور که داشتم به درخت آب میدادم دیدم که صدای دعوای سگا میاد. سریع رفتم ببینم که چی شده. گفتم شاید لودر اومده و سگا دارن به خاطر اون سر و صدا میکنن. تا نزدیک شدم دیدم که 2 مرد قد بلند کنار سگا وایستادن و 2 سگ سیاه بزرگ، خیلی بزرگ، همدیگر رو دارن تیکه پاره میکنن. اون مرد رو صدا زدم: داداش اینجا زمین شخصیه، چیکار داری میکنی؟ داشتم میرفتم سمتشون که یکی از سگا به سمتم هجوم آورد. با چوبی که توی دستم داشتم به سگ یه ضربه زدم. جوری ضربه زدم که به هر سگی میزدم دیگه نمیتونست از جاش بلند بشه. چوب شکست ولی مانع اومدن سگ نشد. سگ پرید روم و میخواست جلوم رو بگیره که حواسم به پشتم نبود و افتادم توی چاه آب. تو حالت نیمه هوشیار ته چاه بودم و آخرین صداهایی که شنیدم صدای سگ بود که داشت این طرف و اون طرف چاه میرفت و میومد. وقتی به خودم اومدم دیدم که شب شده و من هنوز توی چاهم. به زور گوشیمو از جیبم در آوردم و زنگ زدم به رضا. رضا تا شنید که چه اتفاقی افتاده خودش رو سریع رسوند. حدود 20 دقیقه نشده بود که دیدم رضا با برادرش اومده. یه طناب انداختم پایین و به زور دور خودم جرهش زدم و منو کشیدم بالا. دست چپم و پای راستم و کلا حس نمی‌کردم. رفتیم شهر بیمارستان. بعد چند تا عکس و چند تا آزمایش معلوم شد که دست و پام شکسته. به لطف اون روز 1 هفته توی بیمارستان بستری شدم و دست و پامو جس گرفتن. بعد 1 هفته مرخصم کردن و گفتن که برم استراحت کنم. منم که چون کسی رو نداشتم جز ننم رفتم پیش ننم. حداقل باید 2 ماه حرکت زیادی نمی‌کردم که دست و پام درست میشد. بعد 2 ماه تقریبا خوب شده بودم و جزا رو باز کردم. رفتم سراغ زمینم. رضا دستش درد نکنه. زمانی که من نتونسته بودم برم رضا رفته بود و درختا و اوضاعشون خوب بود. ولی اون سگای ولگرد رفته بودن توی اعصابم. تو دلم گفتم که پدرتون رو در میارم. زنگ زدم به دوست رضا و لودر اومد. کل کلبه رو دادم زیر لودر رو. اونجا رو کلا صاف کردم. یه چند تا سگام فرار نکردن و موندن زیر آوارو و مردن. فرداش که از خواب بلند شدم یه سیگار روشن کردم و داشتم از پنجره به کلبه‌ای که خراب کرده بودم نگاه می‌کردم که یهو توجهم و درخت‌ها جلب کردن. دیدم که همه درخت‌ها شکستن و بوی لجنی از باغ میاد. یعنی چی این کارو کرده بود؟ درخت‌ها دیگه ضعیف نبودن که بگم کار سگاست. دور و بر رو پرسه زدم و دیدم که بوی که میاد بوی جنازه یه سگه که افتاده دم یکی از درخت‌های هلو. با 1000 مصیبت جنازه اون سگو از اونجا برداشتم، ولی بوش هنوزم که هنوز بود از اونجا نمیرفت. دیگه اعصابم خیلی خراب شده بود و داشتم زمین و زمان رو فحش میدادم که دیدم یه مرد قد بلند که دورش پر از سگه تو همون جایی که کلبه رو خراب کردم داره بهم نگاه میکنه. از ترسم دویدم داخل اتاق و به رضا زنگ زدم که بیاد. رضا اومد و گفت چی شده کاظم؟ گفتم بیا بریم ببینیم اون مردی چی میخواد از جونم. به خاطر همون بود که 2 ماه پیشم افتادم توی چاه. رضا گفت کاظم خوبی داداش؟ حالت اوکیه؟ چیزی میزی مصرف نکردی که؟ اونجا چه کسی نیست. گفتم مسخره بازی در نیار رضا. یعنی چی که کسی نیست؟ الان دارم با چشای خودم میبینم. تا رضا اینو گفت ته دلم خالی شد و سهم عجیبی توی وجودم نشست. گفتم که نکنه اسرائیل اومده جونمو بگیره رضا. رضا تا اینو شنید خندید و گفت برو استراحت کن کاظم، خیالاتی شدی داداش. از ترسم اونجا نموندم و رفتم پیش ننم. داشتم ماجرا رو به ننم تعریف میکردم که ننم گفت کاظم توبه کن، شاید یه کاری کردی که خدا بدش اومده. منم که اینجور بحثا کلا خط قرمزمه با ننم دعوا کردم و از خونه زدم بیرون. رفتم تو زمین که ببینم جریان چیه و این مرد از جونم چی میخواد. رفتم کنار خونه که خراب کرده بودم ایستادم و یه نخ سیگار روشن کردم. همینطور که داشتم دور و بر خرابه رو نگاه میکردم یه چیز براق توجهم رو جلب کرد. دیدم که یه ورق مسیه که روش شکل و شمایل عجیب و غریب کشیده شده. همه جای خرابه رو گشتم ولی هیچ چیزی جز این اونجا نبود. اونو برداشتم و بردم اتاق. اولش متوجه نشدم
ولی بعد چه فکر کردم دیدم چه چیزی جز جادو جنبله نمیتونه باشه. سریع بلند شدم و خواستم برم پیش رضا، چه با هم بریم پیش یه دونویس چیزی چه ببینه این چیه. تا خواستم در رو باز کنم دیدم یا ابوالفضل دور اتاق و سگا گرفتن و دارن واگ واگ میکنن. رفتم دم پنجره و نگاه کردم. اون دوتا مرد همونجا بودن ولی بازم پشتشون به من بود و نمیتونستم صورتشون رو خوب ببینم. همین جور که داشتم از پنجره فریاد میکشیدم داداش سگاتون رو ببر یه جای دیگه، چند بار باید بهت بگم. همینطور که داشتم فریاد میکشیدم هر دوتاشون برگشتن به سمتم و لام تا کام دیگه نتونستم صحبت کنم. تمام موهای تنم سیخ شده بود. صورتهایی داشتن که نمیتونم براتون توصیف کنم. انگار که یه مرده رو از زمین کشیده بودی بیرون و نصف صورتشو کرما خورده بودن. تنها کار که به ذهنم رسید این بود که به رضا زنگ بزنم. تا شماره رضا رو گرفتم دیدم که بیرون خونه آتیش گرفت و خونه داره میسوزه. سریع رفتم در رو باز کنم و فرار کنم که دیدم درم قفل شد و باز نمیشه. نمیدونستم چیکار باید بکنم. کل مغزم قفل کرده بود. هیچ چیزی به ذهنم نمیرسید. پنجره رو شکستم که ازش خارج بشم ولی پنجره خیلی کوچیک بود و نتونستم ازش رد بشم. دود آتیش داشت از پنجره و لای در وارد خونه میشد. دیگه نمیتونستم نفس بکشم. اون لحظه فقط داشتم به خدا التماس میکردم که نذاره الان بمیرم. همینطور که داشتم گریه میکردم یهو نفسم قطع شد و افتادم روی زمین. توی عالم رویا دیدم که اون دوتا موجود سیاه با سگاشون ایستادن و از یه مرد دارن دستور میگیرن ولی نمیتونستم صورت مرد رو درست حسابی ببینم. همینطور که داشتم میرفتم ببینم که چی هستش به هوش اومدم و دیدم که توی بیمارستانم و روی دهنم اکسیژن گذاشتن. اون لحظه خیلی حس عجیبی داشتم، انگار که از مادر دوباره زاییده شده بودم. دیدم که رضا بالا سرمه. بهم گفت که وقتی رسیدم باغ هر چقدر صداش کردم نتونستم پیدات کنم. حتی توی اتاقت هم نبودی. چه وقتی داشتم برمیگشتم دیدم که افتاده کنار چاه آب و این ورق مسی هم دستت بود. خیلی ترسیده بودم. قشنگ نگاه کردم دیدم که هنوز داری نفس میکشی. انداختمت تو ماشین و با خودم آوردمت بیمارستان. دکترها میگن که سکته مغزی کردی کاظم. چه اتفاقی برات افتاده؟ وقتی رضا اینو گفت خیلی شوکه شدم. من به اتاقم حتی نرفته بودم و اتاقم آتیش نگرفته بود. پس من توهم زده بودم؟ چطوری اونا رو دیدم؟ اون لحظه بود که مطمئن شدم که منو طلسم کردن. اون ورق مسی رو برداشتم و رفتم پیش حاجلی. حاجلی یه دانویس بود که توی روستا زندگی میکرد. تا لوح رو دید گفت که یکی از نزدیکانت برات نوشته و این یه طلسم مرگیه که برات نوشته شده. من این طلسم رو باطل میکنم کاظم، ولی این رجعت داره و اونی که برات این طلسم رو نوشته 10 برابر بدتر از این طلسم رو خواهد دید. حاجلی اون طلسم رو باطل کرد و گفت که خودت میفهمی چی اینو برات نوشته، ولی سعی نکن به روش بیاری. بسپرش به خدا، به خدای مهربان. اون میگذره، تو هم ازش بگذر. بعد از اون باطل و سحر حتی یه بارم توی زمینم سگ ندیدم. و رضا میگفت که چیکار کردی کاظم؟ منم میگفتم که طلسم شده بودم و دادم باطلش کردن. ولی رضا که به این جور چیزا اعتقاد نداشت میگفت که کسشر نگو بابا و باور نمیکرد. حدود 1 ماه گذشت که فهمیدم برادر کوچیکم حامد بیماری سل گرفته و وضعش خیلی خرابه. و بعد چند ماه از اون بیماری از ننم شنیدم که حامد از خریدن زمین من ناراحت شده بود و حسودی میکرده. ولی من هنوزم که هنوزه نمیتونم باور کنم که حامد برادرم عزیزم پاره تنم واسه من جادو جنبله داده نوشتن و هنوزم که هنوزه نمیتونم باور کنم. ولی اگه واقعا حامد اینو برام نوشته واقعا بخشیدمش، چون که برادرم و کار دیگه از این ازم بر نمیاد. ممنون و سپاس از شما عزیزانی که تا آخر این ویدیو رو نگاه میکنید و توی کامنت ها به من انرژی های فوق العاده ای میفرستید. منتظر داستان های جذاب دیگر باشید. بدرود.